فول آپشن ترین ماشین ایران رو ما اینجا داریم. آقا در موردش توضیح میدین؟ ببینید الان راهنما که میزنه از بیرون دور ماشین راهنما کار میکنه و اینجا هم به من نشون میده که راهنما سالم. بعد 12 فقط راهنما روی ماشین هست. بعد میاد پایین میشه میز غذاخوری یا استفاده از چیزای دیگه‌اش. اینجا میشه میز غذاخوری. بله. خب جالیوانی هم اینجا هست. 3 تا پخش مختلف. یک، دو، این 3. خب اینا بیشتر نوار استفاده شد CD. این چه؟ فلاش. اینم جای برق هست که بخواد جای برق 220، جای برق شارژری. شارژری هست. این لیوان برای چی اینجا گذاشتین؟ لیوان برای آبی هست که داره آب خوردن داره. اینم الان چیز آبشه که شما اینم آب هست که مسافرها بخوان استفاده کنن. این اگه مسافری تشنه‌اش بشه میتونه آب بخوره. خب درست. اینم باز جای چند تا نوار جانواری و اینا هستش. همونجوری که میبینید بله بعد آپشنای